ما انسان ها با باورهایمان زنده هستیم. باورها یعنی تعیین کننده توانایی های شما هستند و شما نشان میدهید که آیا واقعا توانی چیزی را دارید یا نه. حالا بیننده عزیز، برای شما یک داستان بسیار زیبا و انگیزشی را پیشکش میکنیم و باوری کامل داریم که برای شما پسند میافتد. قصه چنین است که روز بر اثر اتفاق دو قورباغه در چقری عمیقی افتادند. هر چقدر که تلاش میکردند نمیتوانستند خود را از درون آن چقری نجات دهند. یکی از قورباغه ها پس از گذشت مدت دست از تلاش و پریدن کشید و با قورباغه دیگر گفت بهتر است تو هم بیش از این تلاش نکنی و خودت را خسته ننمایی. ما هیچ راه نجات برای رهایی از این چقری نداریم و همین جا خواهیم جان داد. قورباغه دیگر بدون توجه به او همچنان در حال پریدن بود و هر بار سعی میکرد بلندتر پرد. در نهایت قورباغه های دیگر بر اثر شنیدن سر و صدای آنها بالای همون چقری جمع شدند و آنها نیز با قورباغه اول هم عقیده بودند و مدام تکرار میکردند که تو نمیتوانی خودت را از این چقری نجات دهی. پس از گذشت مدت قورباغه دوم در نهایت تعجب همه توانست خودش را از چقری نجات دهد. همه از این موضوع تعجب کردند و با خود اندیشیدند چطور می شود وقتی همه ما معتقد بودیم که او نمیتواند موفق شود اما خودش را نجات داد. به سمت قورباغه رفتند و از او سوال کردند چطور خودت را از این چقری نجات دادی؟ اما قورباغه فقط به آنها نگاه کرد و هیچ پاسخی نداد. هر چقدر با او صحبت میکردند او هیچ جوابی نمیداد. پس از گذشت چند وقت قورباغه ها متوجه شدند که این قورباغه قهرمان ناشنوا بوده است و در تمام مدتی که آنها با او تلقین میکردند که موفق نخواهد شد او فکر میکرد قورباغه های دیگر در حال تشویق او هستند، بنابراین تلاش خود را بیشتر میکرد. در زندگی عزیزان افراد وجود دارند که مدام با افکار منفی و سخنان منفی خود سعی میکنند موفقیت ما را تحت تاثیر خودشان قرار دهند. اما چیزی که اهمیت دارد این است که هرگاه دیگران درباره انتخاب‌ها و هدف‌های شما نظر می‌دهند و یا سعی می‌کنند شما را از ادامه مسیر باز دارند، باید ناشنوا باشید تا سخنان آنها انرژی و انگیزی شما را از بین نبرند. فراموش نکنید عزیزان که در پس هر تصمیم قطعاً انگیزه و علت نهفته است. بنابراین راه‌های افزایش انگیزه را از دست ندهید. پس دلیلی ندارد که نظرات دیگران شما را از رسیدن به آنچه در آرزویش هستید باز دارد.